انا برای همین برادران از ما باید کوشش بکنیم که این مذهب رو نبرویم، عقیده‌مون رو وایرو نکنیم که این خودش کفر است. Да что ты, черт побери, такое несешь? Таджикистан حکومت ما را начальник КГБ ولایت отчет сборы در ولایت ما مالی سپردیم. شش ماه پیش نزدیک افزر گفت отчеتی که ما گرفتیم 52% از کمیته دین تا وزارت حکومت همین به مذهبا گرفتگی هست. شما بدونید ما گمزمون نمیرسه. این همین سویگه ها و پیشامی و چیل ما انکات حکومت تنظیم نموش کرد. این همین عقیده همین سلفی وهابیه. برای 50 و 60% حکومت وهابی شید. و درونش جوب کرد. یک آدم شش هفت باشه خانون کنه و نصفه در 70-80 و یک بزی سویگه را حق نکنه. این چی مذهب دین است؟ اومده از این سویگه حرام حلال. ای بزی مرده حکومت را عثمانی میشه؟ ارواحها خفه شدن. این یقین بودم که اون مردم میگن خدا زده باش ارواح زده نه. و عقل این طایفه این سلفی وهابی میرن کمونیستا و هر چیز عقلش باشه اون را قبول داره. همین کمونیستای 80 سال حکومت داشتن به خدا بودن. این هم طایفه هست. اینا در روس پیدا شد کمونیست اینها. این سلفی وهابی در دولت اسلامی عربستان تشکیل شد. امریکا و انگلیس و فرانسه بر دین مسلمانان نموش بودن سلفی صالح. یک سخن در این کتاب که بسیار عاشق است، علی طریقت از صوفیه است، و به سمع شما میرسونم. چون که امروز روزی پگاهی نمید دوشنبه روزی وفات قبلگاه ما است. اگر ما و تو هم اگر سخن الله رسول رو بگیریم اگر نمید گپ میگیم خدا من کاش که مریم بر دنیا با فقط سخن پیغمبر تا میگم دیگه سخن هیچ مولایشون نمیگم. دروغ میگفتم ای به خاطر دنیا به خاطر دست کنید نه دروغ میگفتم. خدا خدا ترس نمیگه بگو که بچم من تریاب بالا میکنم کارت نباشه تو هم دامنی ما رو بخوام نمیگه بچم تو با میدی من نشه پیغمبر فاطمه را چی گفت تو دختر جان ما عزیز به خدا چیزی رقم کرد نمیتونم ای مال دیگه چیزی بخوای میتونم پیغمبر خیلی نگی وقتی ایشونو باز چی میگه کارت نباشه بالا میکنه بالا نمیکنه دوزخ بوده میکنه جنت بوده نمیکنه جنت صحیح داره سبب وقتی شوره نمی‌ها زنده الله بگو عقیدت زیبا بکن بدعتکاری نکن خرافات پرستی نکن پیر پرستی نکن خدا پرست شو حرام پیر پرستی پیر ما پیغمبر معلم ما پیغمبر همه چی که پیغمبر گفته حق است یا دروغ میگن گفتی یا دروغ پیش خونه یا نه پیدا شده نیست بش صوفیا یهود پیدا شده نیست بش نصارا پیدا شد. این صوفی در اسلام نیست. اسلام هر چی میگه قرآن و سنت. امام اعظم رحمت الله صوفی نبود. پیرو قرآن و سنت بود. عقیده زیبا داشت. ای قبر طلب نمیکرد. گرد قبر طواف نمیکرد. قبر بوسه نمیکرد. حرام بوسه کردن قبر. پیش قبر مول نمیکش. حرام شرک. بوله قبر مول کشید. شرک. یا دروغ میگن در مذهب امام اعظم هستیم عقیده‌اش نیستیم. اگر عقیده‌اش باشی عقیده‌اش میگه چیز نخوصون نخور. حرام خوریه. 17 فتوا حرام میگه. برای که عقیده شرمنده میشن مولایشون میگن اگر بگم در عقیده امام اعظم بگم شرمنده میشن برای که این فتوا القدیر بینن عبدالمحتی را بینن این فتوا را بینن این روزه مصیبت خوردن حرامه بچم بدعت قبیحه میگه فتوا القدیر بهترین فتوای مذهب یا با شرمنده میشن یا برای سبب میگن ما در عقیدهش نیستیم ما در مذهب شیم دروغ رنگ شیعه فریب کنن مردم فریب میکنن چقدر شیعه مردم خمس فریب میکنن سیغه میکنن ایشون مولای بازش نمیخواد دروغ میگن تو که نفسی پلیشون حرام بخورن روزی مرده بخورن چیلو بخورن سالا بخورن یهود مونده ای نصارا مونده چی بسوار ای مسلمان است مسلمان چی داره مسلمان نگاه چجان تو جنت می در زندگی شرمنده میکنه پول چه بوسه میکنه پدر شرمنده میکنه در زندگی همین پدر مادر اعتراضی مون جای تو جنت است نه که اگر نوروز مرده یا فرما گو بو جو دوزخ بچا گو فایده سر نمونه گو سبب فشار شد بنده الله شوید امتی خاصی رسول شوید اگر الله میپرسه اگر سوال کنه که ای فلانی ما چی کم بودی کردم که تو ای پیر تومور گرفتی تو رو به تومور آوردی ما دما باور نداشتی
استغفر الله العظیم. پیغمبر خدا چی میگه؟ من تعلق تمیمتا فقط اشرک. من علق شیء وکیله چیه در بدنت کشور کردی الله اکبر هم طلاق کوخته تو دمو قبول نداشتی تو کی خدای ما کار بود کنه نمیتونه کنه ما تو مر میکنه برای میگه پیشم قبل طلب میکنه گورو پیش پیرو داره کو پیرو نام جگری کرد خواه برا چی میگه این گوشم میگه تر بخون پیرو مولو میگه این قرآن گوه میگه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی الله میگه فقط پسرت میگریزی دخترت میگریزی ای بچه جونت میگریزی ای پدرت میگریزی این پیرو در کدام کار بجان روی بچه میگه بندی الله شام الله با شما رحمت کنه